فیبر نوری چه کمکی به زندگی ما میکنه؟ فیبر نوری یک تکنولوژی جدید و دروازه ورود به دنیای اینترنت سریع و پایداره. دنیای خداحافظی با کابل‌های مسی و سلام به اینترنت پرسرعت و بدون قطعی و نویز. توسعه زیرساخت فیبر نوری میتونه به بهبود خدمت رسانی سازمان‌ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کنه. مزایای فیبر نوری برای سازمان‌ها چیه؟ توسعه زیرساخت با ظرفیت بالا برای ایجاد سیستم مدیریت هوشمند شهری و نظارت تصویری با کیفیت بالا، CCTV، تحقق ایده شهر هوشمند، توسعه بکارگیری از فناوری IoT یا اینترنت اشیا و توسعه ارائه سرویس پابلیک وای فای در هر نقطه از شهر از جمله مزایای مشهود و مهم فیبر نوری است. علاوه بر این میتونه امکان ارائه خدمات اینترنت ارزان و پایدار رو فراهم کنه. مهمترین مزیت فیبر نوری برای سازمان‌هایی که شعب متعددی دارن و این تکنولوژی میتونه به برقراری اتصال امن بین شعبه‌ها بر پایه سرویس SD-WAN کمک کنه. یکی دیگه از مزایای فیبر نوری تحولی است که در زندگی شهری و کاربران خانگی اینترنت ایجاد میکنه. افزایش سرعت اینترنت به بیش از 100 مگابیت بر ثانیه با مدل‌های FTTP و FTTH از اصلی ترین مزایای فیبر نوری است. تقویت زیرساخت برای افزایش سرعت انتقال صوت و تصویر در زمان محبوبیت سرویس‌های VOD، AOD و استریمینگ، افزایش سرعت 10 برابری اینترنت که میتونه امکان بهره‌گیری از تلویزیون‌های دیجیتال یا IPTV رو فراهم کنه. از فواید دیگر فیبر نوری، تقویت زیرساخت برای توسعه سرویس وایپ یا تماس اینترنتی صوتی تصویری در سریع‌ترین زمان ممکنه. اما چطور یه شهر به بستر فیبر نوری مجهز میشه؟ ایجاد زیرساخت فیبر نوری فقط نیاز به یک بار حفاری سطحی به عرض حداکثر 10 سانتی متر و عمق حداکثر 40 سانتی متر در مناطق شهری داره. هرچند در مقایسه با کابل‌های مسی کابینت‌های شهری کمتری لازم داره، اما میتوان ظرفیت زیرساخت رو بدون حفاری مجدد افزایش داد. به علاوه تجهیزات مخابراتیش نسبت به قدیم کوچکتره و حتی میشه روی دیوار نصب شه. در یک کلام، فیبر نوری میتونه تجلی معنای شبکه اینترنت پرسرعت، پایدار و با کیفیت باشه.